سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مقدار بخشش زیاد سببای تکنیکی حالی ما مشکل داره. اگر یکون کس باشه آوازا ما شنویده باشه انا انشاءالله که شروع کنیم. آوازای ما هستم مقدار مقدار یکون کس آواز مرا داره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله ذوالجلال و الاکرام ان شاء الله باشد که تمام گناه ما را بخشیده باشد و رمضان سپری بشود، گناه های ما همه شسته بشوند ان شاء الله. طبق برنامه امروز یک حدیث از حدیث پیغمبر علیه السلام درباره رمضان میگیم و بعدا قصه امروزه ما قصه حضرت بلال ابن رباح ان شاء الله که شروع میکنیم. پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که در جنت دری هست که ریان نام دارد. در روز قیامت در این در فقط روزه‌دارا داخل می شوند، همراه اونا کسی دیگه داخل نمی شود. اگر همون اخیران نفری که در جنت داخل شد از روزه‌داران، او در بسته می شود، بر روی کسی دیگر هم باز نمی شود. باشد که الله ذوالجلال و الاکرام تمام ما را داخل همین در بگردانه و نماز و روزه و طاعت هایی که میکنیم و درش قبول کرده باشد. و شروع میکنیم به قصه حضرت بلال. وقتی عمر رضی الله تعالی عنه از ابوبکر رضی الله تعالی عنه روایت میکرد، میگفت که ابوبکر او خواجه ما است، او سرور ما است و او خواجه ما را آزاد کرد. مردی که چهره سیاه داشت، قدی بلند داشت، بسیار خراب بود، موی سری جنگله درشت داشت، یک بنده حبشی بود. از انشاءالله بلندش میکنم کمتر. و فکرم بلند شد نه؟ بلند شد فکر نه؟ خب این مرد حبشی که زنهاش وقتی درباره او سخن میگن وقتی که از بلال وصف میکردن، بلال ستایش میکردن، میگه سرش خم میکرد، چشماش میپوشید، گریه میکرد، میگفت من همون بلال حبشی ام که دیروز یک غلام بودم، با اسلام مشرف شدم و امروز مردم دارن از من سخن میگن. بله، او مؤذن پیغمبر علیه السلام بلال ابن رباح است. کسی که میلیاردها انسانها در روی زمین او را به نیکی یاد میکنند و یاد کرده گذشتند. همیشه از کارها و شجاعت و فداکاری‌هاش در قدم‌های اول اسلام سخن میگن. بلالی که به صبرش تمامی
مسلمان های روی دنیا را تا امروز در حیرت گذاشته است که بلال در اون قدر ظلم و ستم چی خیل طاقت کرد. و چی میگن زنبور مثلش میگن یا که مثلش دیگه، و تمام مسلمان ها وقتی به یک عذاب و مشقت گرفتار میشوند از بلال ابن رباح مثال میارند و تسلی دهنده تمام مظلومان شدگی است. از زمان پیدایش دنیا بودن مظلوم و بودن ظالم. تمام ظالم ها، تمام نفرانی که به مردم عذاب و مشقت زیاد دادن، همه اونا رفتن در پرتابگاه تاریخ و بلال ها اونایی که برای رسیدن حق و اونایی که برای سخن حق پیروی کردن عذاب و مشقت دیدن، یک تسلیت برای اونا هست. قصه حضرت بلال. وقتی که حضرت بلال در میان خواجگاش بود، همونایی که در نزدشان غلامی میکرد، در مجلس ها برای اونا آب میریخت و خدمتگار اونا بود. از همون سخنهای میشنوید که مردم در بیرون در او باره صحبت میکردن. و صحبت همونی بود که محمد صلی الله علیه و سلم دعوای پیغمبری میکنه. خودشان به خودشان میگفتن که این محمد بسیار انسان خوب است، هیچ وقت دروغ نگفته است، امانتدار است، هیچ وقت ما دیوانگی او را ندیدیم، هیچ وقت دروغ گفتنش ندیدیم. چرا این انسان یک باره این دعوا را داره؟ خودشان حیران میشیدن. بعدن این سخنهای امین بودنش، راستگو بودنش و هیچ وقت با کسی ظلم و ستم نکردنش، یتیما را دستش گرفتن، اینا را وقتی که حضرت بلال این صحبت‌ها را که میشنوید، دلش به محمد علیه السلام گرم شدن گرفت. و روز حضرت بلال رضی الله تعالی عنه و پیغمبر خدا علیه السلام ملاقات کرد و بالاخره به اسلام مشرف شد. و وقتی که حضرت بلال مسلمان شد، امیه ابن خلف گفت که مشکل نداره، بلال حبشی کی داره؟ نه پشت داره، نه پناه، نه برادری قوی داره، نه عکه قوی داره، نمیدونم نه تقه قوی داره، نه یگان خشتباری قوی داره که ای دفاع کنن. عذابش میتیم و از دینش میگرده. امیه گفت که همین آفتاب فردا تا غروب پوشیدن شه، بلال گفت از دینش میگردانه. اما به خبر از او بود که این آفتابی که طلوع کرد با نور حقیقت تا غروب روز قیامت، بلال و بلال برین ها همیشه درخشانند. فردا بردن بلال رضی الله تعالی عنه را بر اگذار مکه. واقعا بسیار دهشت آوره. اگرچه ما عذابا را خدا را شکر که ندیده باشیم، اما تصور کرده میتونیم. مکه زیاده از 35-40 گرادوس گرم، صحرا، در روی ریگ ها حضرت بلال به پشت خواب کردن و در بالاش یک سنگ جوش وزنین در بالاش گذاشتن و می گفتن که از دینت بگرد و بگو که لات و عزا خدای ما است. و حضرت بلال هم همون سخن تاریخچه تکرار میکرد که میگفت احدون احد، یعنی خدا یک و یگانه است، لات و عزای وجود نداره. عذابش میدادن، شکنجهش میدادن، هیچ موفق نمیشیدن. یکی عذاب و مشقتش میدادن، یکی فشارش میدادن، اما بلال گویا مسخره کنان با اون موها میگفت که احدون احد، خدا یک و یگانه است، شما کوشش بیهوده نکنید، من حقیقت یافتم،
اگر شما عذاب و مشقت رو میکنی، اگر چی فشار رو میاره، اگر چی شاید به قتل مرا برسانه، من حقیقت که یافتم از حقیقت دست نمیکشم. احد میگفت. وقتی که تا بگاه شکنجش کردن، موفق نشیدن که حضرت بلال از دینش بگردانند، بیگانه کشید. امیه ابن خلف در گردن حضرت بلال یک بند کرد و در دست کودکا داد تا کودکا در کوچه های مکه او را بگردانند، در زمین کشیده و در روی سنگ و خاک و خار و اینا. حضرت بلال اون نور هدایتی که در دلش بود، اون شجاعت، اون دلیری که حقیقت یافت از او دست نمی کشید، ایره که یافته بود، هیچ پروای ای عذابا نداشت. گویا که به احد گفتن خودش تسلی میداد و یک آینده درخشان میدید. با امیدی یک روز خوب، با امیدی و یقینا داشت که این راهی که پیش گرفته است راه حقه، اگر که بمره شهید می شود و اگر که زنده بونه خداوند براش پیروزی را نصیب می گردانه و در آخرت هم در آخرت جاش جنت است. صبح دیگر شد، باز بودن حضرت بلال به همون جای عذاب دادن، عذابش می دادن، همون قمچینش می زدن، سنگ آتشین در روش می گذاشتن. تنه مبارک حضرت بلال رخ شده بود، چاک شده بود، اما حضرت بلال همون سخنش تکرار میکرد، همون عقیدش، همون فکرش، همونی که راه هدایت و راه راست میدید. احد میگفت. مشرکین اونقدر عذابش کردن که خودشان شلپر شدن. بعضا وقت همین است، ظالمین هم بخوای اگر عذاب بتی، از راه حق دست نمیکشی. هزار ظلم بکنن از راه حق دست نمیکشی. بالاخره یک روز خودشان از ظالمی خودشان خسته میشوند، جانشان به لبشان میآید. از بلال فقط یک چیز میخواستن، خودشان شلپر شدن، آمدن گفتن بلال به زوری نشید، به زوره گذاشتن. این سیستمی هست که همه وقت دوام میکنه در همه دور زمان، که اول زوری میکنن، اگر که نشید از راه راست که گردانده نتونستن، یا حداقل اون چیزی که تو فکر اندیشه داری و او را تو راه راست میدانی گردانده که نتونن، بعد میگردن به قدم دیون، به حیله و نیرن. حضرت بلال هم میگفتن بلال تو عذاب و مشقت زیاد دیدستی، دل ما برای تو میسوزه، بیا تو فقط یک بار بگو که لات و عزا احد نگو، تمام دیگه ما تو را نجات میتیم، ما تو را آزاد میکنیم، بعدا به هم دین خودت باز زندگی تا دوام دادن بگی. اما نه، حضرت بلال او هدایت که یافته بود او را هیچ وقت رد نمیکرد، سخن حق و هدایت همیشه میگفت. مثل امروزه نه، اگر امروز ما را یک کمی فشار بیارن، لات و عزا نه، دو کلمه نه، آماده ایم که کتاب ها را بخوانیم. اگر در کتاب ها و ورق ها بنویسن، آماده ایم که روی همون ورق ها و کتاب ها 3 ساعت صحبت بکنیم. اما بلال ابن رباح این کار انجام نداد. درست است، او حق داشت که ظاهرا اعلام بکنه که من از دینم گشتم تا که عذابش نتیان، این اجازت داشت. اما حضرت بلال همون راست هدایت چیکار کرد؟ در خودش انتخاب کرد. دو صحابه که گفتنشان که به پیغمبر و مشرکان اسیرشان گرفتن، گفتن که به پیغمبر فاش بتین، حقارت بکنین، ما شما را نجاتون میتیم. یک تش فاش نداد،
او را به قتل رساندن، شهید شد. دیگریش از روی زبان دشنام داد و رهاش کردند. آمد نزد پیغمبر علیه السلام گریان و نالان گفت که همین کار انجام دادم. گفت پیغمبر خدا علیه السلام کاری بدی نکردی، درست است، مشکل نداره، مهم که دل تو چی میگه. اما او که به شهادت رسید، اجر او، جایگاه او نزد خداوند بالاتر است. حضرت بلال عذاب دادن موفق نشدند. آمدن زارش کردن، گفتن فقط یک بار بگو که فقط میگوی که یک بار لات و عزا بگو، ما تو را رها میکنیم. حضرت بلال آماده نشد سخن بگه. جان به لب رسیدن، گویا که حضرت بلال اونا را عذاب میداد. از شرمندگی نمیدونستن چی کار کنن، چون که ما مثلا عصرها بعد اونا زندگی میکنیم، اما در بالای غلامداری یک تصورات داریم. اما واقعاً او چه حالتی که اونا داشتن و یک انسان اگر غلام داشته باشه و غلامش گپش نگیره، ما این احساس نداریم، چون که خدا را شکر نه غلام داشتیم و نه غلام کسی بودیم ظاهراً. بعداً چه کار کردن؟ یک نفر میانه رو کردن. این سیستم همون سیستم است. یک نفر میانه رو کردن، گفتن که ما میریم بلال عذاب میتیم، تو از طرف دیگر میای و بلال دلسوزی میکنی، میگوی که ایرای قضا بشنتی. خب همه حیله و نیرن. وقتی بلال عذاب میدادن، این مرد مکار آمد به امیه گفت که امیه، این بلال از ما هست. گفت همون بلالی که دیروز سویش به یک تمسخر نگاهش میکردن، هیچ کس نمیدونستن، یک غلام حبشی سیاه پوسته که هیچ که در کار نیست، امروز آمدن میگن که تو اولاد مایی، تو نزدیکای مایی، امروز بیا تو همین گپا بگو. آمدن چیکار کردن؟ آمدن زارش کردن. این مرد اومد چی گفتش؟ با امیه گفت که بلال قذاب نتی، این بچه خوبه، هر چیزی که بگوی هم گپ میگه، این آدمای خودمونه، نان و نمک ما را خوردگه، در خانه های ما کلان شدگه، همون گپی که ما میگیم همون را این تکرار میکنه. بعدن چیکار کردن؟ اللهم صل و سلم. حضرت بلال این چیزا فهمید و خندید. او را گفتش که احد. دانست که شیطانی کردیسته، دانست که میخواه حضرت بلال با این فند فریب همون سخنی رو بگه که او میخواه. اما حضرت بلال این چیزا نگفت. بالاخره آمدن روز دیگر که عذابش میدادن، در نزدشان حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه گذشت. دید که هیچ موفق نمیشن بلال از دینش بگردانن. آمد سوی امیه ابن خلف گفت که آیا این قدر عذابش میتی مثلا با قتلش میرسانی، چی فایده میگیری؟ بیا همیره برای ما بفروش. این به مانند همون چیزی بود که امیه در یک آب غرق شدسته بود. حضرت ابوبکر آمد به یک کشتی، او را خواست نجاتش بده. امیه ابن خلف خرسان شد، یک نرخش کرد و او را خریدش. همون وقت اقویه میگفتن، همون پلویی که بین یکدیگر استفاده میبردن در مکه، اقویه میگفتنش. یک مقدار سومش داد و حضرت بلال خرید و امیه خرسان شد. گفت که دیگه این غلام من نیست، من در این کار ندارم، مسلمان غیر مسلمان دیگه در گردن من نیست، من ایرا فروختم، مسئولیتی در گردن من نیست دیگه. مردم شرم مثلا چی میگن ایزا و ایتریم نتیین که این دیگه غلام من نیست، من ایرا نمیشناسم دیگه، تمام، این از دست من رفت. بعدن وقتی که حضرت بلال از ته کشش حضرت ابوبکر میگرفت، ای همون جای عذاب دادناشون بیرون میخواست بروه، امیه ابن خلف اخیران همون نشی زبانش قطعی میخواست که یک
مکان پس بدنی حضرت بلال در بین خودشان آشکار بکنه و یک بار دیگه باز یادرسان کنه که تو کی و تو چقدر در نزد ما داری. به حضرت بلال گفت که ای ابوبکر، اگر تو همین بلال یک عقویه میگفتی، یک درهمش میگفتی، من همین را برای تو میدادم. این لیاقت اینقدر سومه نداره. همه خندیدن. اما حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه چی جواب داد؟ گفت که اگر بلال به 100 عقویه طلا میگفتی، از او بالاتر من ایرا میخریدم. این سنگ بود در دهن مشرکا زد. مکان و منزلتی بلال در بین یک گروهی که نو مسلمان شدن در همونا چیکار میکرد؟ مکانش معین کرد. بعدا حضرت بلال آوردن. مسلمان ها تقریبا تعدادشون به 10 نفر میرسید. خیلی خرسند شدن. خرسندیشون حد کنار نداشت که در بین اونها یک نفر با پیوست که خیلی دلیر، جسور، ناترس، در ایمان همتا نداشته. حضرت بلال مسلمان شد. بعد چند وقت هجرت پیغمبر علیه الصلاه و السلام به سوی مدینه شروع شد. پیغمبر به مدینه هجرت کردند. در مدینه برای مسلمان ها را فریاد کردن به 5 وقت نماز و مؤذن احتیاج پیدا کردند. پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام در همونجا 5 وقت نماز براش و طریقتش اینا که در حدیث الهیده هست که چه خیل نماز 5 وقت شد و از آن چه خیل در خوابی کی در آمد و چه خیل از آن باید دوده شود، اولا چه پیشنهادات داشتن، این جای خودش. اما خلاص که نماز فرض شد 5 وقت و احتیاج پیدا کردن به یک نفری که الله اکبر بگه، خداوند از همه چیز بزرگ است. اون نفر از بلال ابن رباح دیده کسی دیگه شده میتونه؟ نفری که تمام عذاب و مشقت ها رو به گردن گرفت. برای چی؟ برای همین گپ که خداوند بزرگ است. بعدا پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام از میان حضرت ابوبکر، حضرت مصعب ابن عمیر که تاریخش قصه کردیم، تاریخ ابوذر غفاری را گفتیم، دلیری و شجاع و ایمان. از بین همه اینا یک بنده حبشی، بلال، اونه که مردم حتی نمیخواستن همراهش سخن بکنن، اون امر کرد چی؟ ببرم همون کلمه هایی که به خاطر او تر 13 سال شب و روز عذاب دادن، برو همین کلمه را الان با آواز بلند بگو. هر یک کس مثل حضرت ابوبکر، حضرت عمر که در جای خودش هیچ که به او جرأت نمیکرد سر به سر بشه، و مصعب ابن عمیر و ابوذر غفاری و اینا بالاخره یک قوم داشتن، قبیله داشتن، یک نفری که به اونا را از پشتشون گپ میزد. اما حضرت بلال هیچ کس نداشت. هر کس هر کاری میخواست در حق حضرت بلال انجام میداد. حضرت بلال برآمد همون کلمه‌ای که الله اکبر، الله بزرگ است، الله بزرگتر از همه چیز است، از همه چیز بزرگتر است، و گواهی میدیم که پیغمبر فرستاده اوست. همین سخن‌ها را تکرار کرد. غزوه بدر شروع شد. مشرکین به سوی جنگ آمدند و مسلمانان هم تیاری جنگ دیدند. امیه ابن خلف که سن سالش هم به جای رسیده بود نمیخواست که جنگ بروه. وقتی در بین قوم شیشته بود، اگر خطا نکنم عتبه نام داشت، عقبه آمد. یک کاسه، یک ظرفی بود چوبی که در درون او همون خوشبویی ها را میپرتافتند. وقتی که درش میگیراندن
همون نفرایی که اعضا داشتن اعضاگیری میکردن همون را در میگیراندن و در گرد خشان مثلا تابش میدادن. آورد همون کاسه را در مجلسی که امیه ابن خلف نشستگی بود، فهمیدن که امیه نمیخواه بروه، چون که میگه سن سالی من پیر شدم، نمیخوام اشتراک کنم. عقبه آورد همون را در نزدی کی پرتافت؟ امیه ابن خلف. گفت که ایرا بگی در بگیرون، در خودت خوشبویی که تو زنکی، تو نمیخوای برای در اونجا اشتراک کنی. بعد گفت که قسم بلا تو ایزا چی بدبختی و چی سخنی بدی بود که نسبتی ما گفتی. بعد تحریک داد امیه ابن خلفه کجا دوان به سوی مرگ بروه. میدونست که امیه ابن خلف محض با انمی وسوسه شیطانگری های اینمی عقبه امیه هم بدبختی ها را میکرد. انمی عقبه بود که امیه را تکان میداد، تشویقش میکرد که به مسلمین چیکار که عذاب و مشقت شونده. انا این روز آمد خودش با به جنگ بردسته. با کجا؟ به جایی که سالای دراز 13 سال اونا رو عذاب و مشقت کرد. خودش میدونست که نتیجهش چیه. بعد سلاحاش را به دستش گرفت و لباس جنگیش را پوشید و جنگ رفتن. خب جنگ بین این دو گروه شروع شد. وقتی که پیغمبر علیه السلام شجاعی، دلیری، کارنمایی حضرت بلال دید، شعار همین جنگ احد احد گذاشت. تصور کنید، اولین مؤذن در راه اسلام، اولین شعار در راه اسلام از کی؟ از بلال حبشی. اونه که ظاهرا یک انسان لاغر درازی، خرابی، موی سری جنگلی، چهره بگیم سفیدی آرو نه، اما درون سفیدی که از بحر سفیدتر داشت. انمو هدایت یافتگی و حقیقت جستگی آورد به این مرتبه ها رساندش. جنگ بدر را شروع کردن و گذاشتن عنوان شعار جنگ احد احد. اونه که بلال یک بنده حبشی را اینقدر سالا عذابش دادن با گفتن همین کلمه. وقتی احد احد گفتن مسلمان ها، امیه فهمید که این شعار کیه. خیلی ترسید. وقتی جنگ میان دو شروع شد، امیه درها از عبدالرحمن ابن عوف پناهندگی پرسید. گفت مرا پناه بده و عبدالرحمن ابن عوف هم پناهش داد. جنگ دوام داره، از هر دو طرف جنگ رفته است. این شیطنت، این روسیاهی ظالما همیشه همی است. در چه حالتی نباشند از هدفشون دست میکشند، چون که هدفهای پوک و خالی و بی‌معنی است. هدفهای اعتقادی نیست، هدفهای نفسیه. بعدن چی میخواست که برش جای همونایی که اسیرشون گرفته بودن از میدان جنگ برورش، که حضرت بلال دوید رفت و گفت که ای عبدالرحمن، این دشمن خدا را کجا میبری؟ گفت که من را پناهنده دادگیم، یعنی ای در پناهی می، تو حق نداری که دست برسانی. و حضرت بلال هم گفت که حالی جنگ تمام شدگی نیست، مردم دارن جنگ کردستن، تو چه خیلی اینا میگیری پناهنده میگیری در میدان جنگ؟ اگر ما اسیرش بگیریم، مثلا جنگ تمام شده باشه، این چیزی دیگه است، نه که در میدان جنگ حکم دیگه چیز است. و حضرت بلال فریاد سخت کشید، گفت ای مردم، این دشمن خدا را میخواهند پناهنده بتن، پناهش بتن. و مردم زیاد جمع شدن. اونایی که حضرت بلال قطیب از دست این امیه بسیار عذاب دیده بودن، همه اونا جمع شدن، شمشیرها را بالا کردن. بعدا دیگه عبدالرحمن ابن عوف کار کردن نتونست و حضرت بلال امیه ابن خلفه چیکار کرد؟ به قتلش رساند و در بالای سرش آمد، جسد پلید خوابیده او را گفت که احد احد، همون کلمه ای که تو مرا عذاب میدادی امروز تو را به زمین افتاند، به زانو افتاند، مثل یک
روباه مکاری ترسونچک چیکار میکنی؟ از دنیا رفتی. خب بعدا آمد دیگه، سالها گذشت، روزها گذشت، آمدن مکه را فتح کردن، فتح مکه شید. پیغمبر خدا علیه السلام با 10,000 اگر خطا نکنم لشکر داخل مکه شید، فتح مکه شید. و پیغمبر علیه السلام وقتی که مشرکانی که سالهای دراز او را عذاب و مشقتش دادن همشون مر مکه جمع کرد. اول گفت که مثلا هر کس که در خانه‌های خودشان در امین است و هر کس که در خانه ابو سفیان است در امین است، همین سخن‌ها را گفت. و بعدا او در نزد مکه جمعشون کرد، گفت که شما چی فکر میکنید و شما چی کار میکنید. و بالاخره گفت شما که چی؟ اذهبوا و انتم طلقاء، گفت برید شما آزادید، گفت من هیچ کارتان نمیکنم. این است اسلام و این است دین رحمت. بعدا در آمد از بت‌ها را شکستن شروع کرد و گفت جاء الحق و زهق قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. گفت بگو که ای محمد حق آمد و باطل گم شونده است، یعنی گم میشه، باطل از بین میرود. و همین سخن‌ها را تکرار کرده چیکار کرد؟ بت‌ها را شکست. و این صحنه را ابو سفیان همراه 2 نفر دیگر میدیدند. یکیش گفت که خدا پدرم را رحم کرد، پیش از این صحنه‌ای که این بت‌ها را میشکنند از دنیا رفت. بعدا پیغمبر امر کرد حضرت بلال که بالای مسجد برو، بالای مسجد، همونه که شما عذاب و مشقتش داده یک بنده حبشی، همونه گفت که بالای مکه برو اذان بده. حضرت بلال بالای مکه برآمد اذان داد. این 3 نفر از کلانای قریش از مکه بیرون در یک بالای بلندی میشن نگاه میکردن. میگفتن قسم به خدا، اگر یکیش گفت پدرم خیلی نده، دیگریش گفت اگر بدانم که دین محمد حق است من دینش قبول میکنم. ابو سفیان گفت قسم به خدا من چیزی نمیگم، من همین ریگایی که در تگ پای ما است همین خبر را میبرم به محمد میرسانم علیه السلام. بعدا اون صحنه تمام شد. پیغمبر علیه السلام در مکه که به هر 3 اینا واخورد. پیغمبر اونا را گفت که اون چیزی که شما گفت از اون خبردار شدم. بعد همون قضیه را نقل کرد که کی چی گفت. هر 2 اونا گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و هر 2 اونا مسلمان شدند. و قصه ابو سفیان چه مسلمان شدنش در علاهیدگی، چه کارهای کردنش اونا در علاهیدگی ان شاء الله در روزهای دیگر درباره او خواهیم گفت. و قصه حضرت بلال نیمش تا همینجا تمام میشه و نیمی دیگه اگر خداوند نصیب کرده باشه فردا ان شاء الله که ساعت 6 یا 6:30 شروع میکنیم و دوام قصه حضرت بلال که حضرت بلال چند سال عمر دید، در کجا وفات کرد، بعد وفات رسول اکرم علیه السلام اذان داد یا نداد و کارنمایی‌های دیگری حضرت بلال ان شاء الله که در فردا یا پس فردا ان شاء الله که خواهیم گفت. و الان شما را به خداوند منان میسپارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.